فرهنگیان، معلمان و فرهیختگان عزیز، امروز در روز جهانی همبستگی زنان قلب‌هایمان در کنار هم می‌تپد. روزی که یادآور رشادت‌ها، مبارزات و دستاوردهای بیشمار زنان در سراسر جهان است. من زهرا احمدی به عنوان دختری از سرزمین افغانستان، سرزمینی که زنانش با شجاعت و امید در برابر ناملایمات زندگی ایستاده‌اند، در این جمع حضور دارم. اکنون در این سرزمین امن و پر از فرصت کانادا، من به عنوان یک دانش آموز به یاد زنان سرزمینم و تمام زنانی که برای برابری و عدالت مبارزه می کنند شعری را از نادیان انجمن دکلمه می کنم. شعری که امید است صدای دلهای ما باشد، شعری که 23 سال در چنین شرایطی سروده شده است، یعنی 2 دهه قبل که زنان از تبعیض جنسیتی فریاد می زدند. نیست شوقی که زبان باز کنم، از چه بخوانم؟ نیست شوقی که زبان باز کنم، از چه بخوانم؟ من که منفور زمانم، چه بخوانم چه نخوانم؟ چه بگویم سخن از شهر که زهر است به کامم؟ چه بگویم سخن از شهر که زهر است به کامم؟ وای از آن مشت ستمگر که بکوبید دهانم. چه بگیریم چه بخندم، چه بمیرم چه بمانم؟ چه بگیریم چه بخندم، چه بمیرم چه بمانم؟ من و این کنج اسارت، غم ناکامی و حسرت. دانم ای دل که بهاران بود و موسم عشرت. دانم ای دل که بهاران بود و موسم عشرت. من پربسته چه سازم که پریدن نتوانم؟ گرچه دیریست خموشم، نرود نغمه ز یادم. گرچه دیریست خموشم، نرود نغمه ز یادم. زان که هر لحظه به نجوا سخن از دل برهانم. یاد آن روز گرامی که قفس را بشکافم. یاد آن روز گرامی که قفس را بشکافم. سر برون آرم و از این عزلت و مستانه بخوانم. من نه آن بید ضعیفم که ز هر باد بلرزم. من نه آن بید ضعیفم که ز هر باد بلرزم. دخت افغانم و برجاست که دایم بفغانم. من نه آن بید ضعیفم که ز هر باد بلرزم. دخت افغانم و برجاست که دایم بفغانم. سپاس.